سلام دوستان، امید که خوب باشین، امید که سلامت باشین. بیایم اول واسه ایران دعا کنیم. دعا کنیم برای آزادیش، برای مردمش، برای طبیعتش، واسه هواش. و امید که ایران هم بتونه لذت ببره از زندگی. من مثل همیشه توی جنگل با صدای این کلاغ زیبا و نمیدونم داره چی میگه. ببخشید که زبونتون نمیدونم، ولی فکر میکنم داره با یه پرنده حرف میزنه، چون یه پرنده از دور میشنوین یه چیزی میگه، بعدش کلاغه میگه. نمیدونم، شاید دارن کرکری میخونن واسه هم، شاید دارن با معاشرت میکنن، نمیدونم. اومدم کنار این رودخونه. امروز رودخونه آبش خیلی کمه، فکر میکنم به خاطر اینکه چند وقت بارون نیومده، ولی دوباره پر میشه از آب. این رودخونه هم مثل زندگیه، یهو پر از آب زلال میشه و بعضی موقع مثل الان کمه. آره، این زندگیه. میخواستم راجع به طبیعت باتون حرف بزنم. خواستم ببینم شما چقدر به طبیعت اهمیت میدین و طبیعت براتون چه معنی داره. طبیعت چی بهتون میده؟ از طبیعت چیزی یاد میگیرین، یاد نمیگیرین؟ طبیعت، پرنده ها، چیزهای غیر از انسانی، چیزهایی که غیر از ساخت بشره، چیزهایی که طبیعی هن. همه چیزهای طبیعی به نظر من برای خودم رو بخوام بگم، چیزهای طبیعی، چیزهایی که غیر از ساخت بشر هست، برای من آرامش میاره، به من انرژی میده، به من درس زندگی میده، به من یاد میده که تضادهای رو یاد میده، تضادهای زندگی رو به هم یاد میده و گاهی هم یاد میده که اگر پر نباشه، مثل این رودخونه امروز، این رودخونه آبش زیاد نیست ولی باز قشنگه. هر طوری هست اون لحظه، همون لحظه قشنگه. به من یاد میده که هر طوری که هستی، هر مدلی که آدم ها هستن قشنگن. ما نمیدونیم اون چی براش پیش اومده، ما نمیدونیم چه اتفاقی براش پیش اومده که عصبانی به طرف ناراحته، ولی قشنگه. باز اون آدم زیباست، مثل این رودخونه. آبش کمه الان ولی بازم زیباه، بازم آرامش میده به من، بازم از دیدنش عشق میکنم، لذت میبرم. و یک زنبوری اومده الان نزدیکم و نمیدونم این چی میخواد به من بگه. برو جان عمت. ببخشید به عمه های محترم، من عمم البته خیلی دوست دارم. رفت زنبور، رفت فقط حرفش زد. حالا اینکه من چیکار میکنم واسه طبیعت، من تمام سعیمو میکنم که به طبیعت احترام بذارم. چجوری احترام میذارم؟
احترام من به طبیعت اینه که بشینم به صداش گوش بدم، اینه که بهش صدمه نزنم. این کلاغه خیلی حرف داره امروز. فکر کنم اینم دوست داره یه ویدیویی بگیره از خودش. اینجا ببخشید نمیدونم چی میگه. آره راست فکر کنم باید بهش بگم راست نمیدونم، ولی شاید میگفتم من مدل احترام من به طبیعت اینطوریه که به صداش گوش بدم، باهاش حرف بزنم، اینکه بهش صدمه نزنم، اینکه روی چوب درخت کنده کاری نکنم، درختی که زنده است، درختی که ریشه داره، رو چوبش رو نخراشم، رو چوبش میخ نزنم، مثل اینکه آگهی خودم رو بذارم رو چوبش میخ نزنم. احترام من به طبیعت اینطوریه که اگر میخوام پامو بذارم توی آب رودخونه، آب دریا، یه صندلی نذارم توی آب رودخونه و پامو بذارم تو آب، از آب خنک رودخونه لذت ببرم، خودم وای میستم تو آب، یه صندلی نمیذارم تو آب. اینایی که میگم نمیگم کار اشتباهیه، شاید برای یک کس میگه نیست، این کار طبیعیه، من دارم نظر خودم رو میگم. احترام من به طبیعت اینه که طبیعت رو درک کنم، طبیعت رو همه مدل طبیعت رو ببینم و لذت ببرم ازش. میدونم یک وقایعی تو طبیعت هست که با اومدنش برای آدم ها مشکل ایجاد میکنه، مثلا چه میدونم زلزله، سیل، سونامی. من نظرم اینه که این صدای طبیعته. من نظرم اینه که نمیگم که آدم ها مقصرن، من میگم طبیعت داره دیگه فریاد میزنه، اگر یک جایی بهش فشار اومده و یک جایی اذیت شده بهش داره فریاد میزنه که ما بشنویم. و شاید هم اینطوری نباشه، شاید هم برای بقای خودش سونامی رو تشکیل میده، برای بقای خودش یک زلزله میاد، نمیدونم، ولی این تضادها رو تو طبیعت من ازش درس میگیرم، من ازش یاد میگیرم. یه دریا همیشه آروم نیست، یه دریا میتونه طوفانی باشه، یه دریا میتونه سونامی بیاد، یه دریا میتونه واسه یکی بهترین خاطره رو بسازه و یه دریا میتونه بدترین خاطره رو واسه یکی بسازه. آره، من مدل خودم به طبیعت احترام میذارم و اینکه آدم هایی رو میبینم که مدل های دیگه با طبیعت رفتار میکنن، مدل هایی که من دوست ندارم. اگر بتونم، اگر خجالت نکشم و روم بشه به قول معروف، میرم بهشون میگم که مهربون باشیم با طبیعت. ولی اکثر اوقات اینطوری نیست، چون یه بار یادمه تو ایران یه صحنه ای رو تو رودخونه دیدم، رفتم جلو و گفتم
با یه لحن مهربانانه البته گفتم، ولی جواب خوبی نشنیدم، ریاکشن خوبی ندیدم و برای همین دیگه نرفتم جلو. اگر یه رفتاره که دوست نداشتم از یه نفر تو طبیعت میدیدم، ولی براش دعا میکنم که اون هم به طبیعت احترام بذاره، اون هم طبیعت رو نگه داریم، طبیعت رو نگه داریم. باور کنین من 100% معتقدم که اگر این طبیعت نباشه آدم ها نمیتونن زندگی کنن. حداقل من نمیتونم زندگی کنم بدون طبیعت. خیلی فیلم ها رو میبینیم، خیلی چیزا رو میبینیم که جهان داره رو به تکنولوژی میره، رو به چیزهای خیلی به قول معروف کول و فلان و امان و ولی هیچ جایی من ندیدم که مثلا دیدم یه سری فیلم، حالا یادم نمیمونه، فیلمایی دیدم که راجع به آینده درست کردن، بعد یه جهان خیلی پیشرفته و فلان و اینا، و یه مکان سربسته ای رم درست کردن به عنوان به اسم جنگل، به اسم مثلا کاشت سبزیجات و درختای میوه و اینا، ولی یه جای سربسته بوده. هیچ وقت این طبیعت رو من تو اون فیلمایی که دیدم که از آینده درست کردن ندیدم و چقدر سخته به نظر من وقتی که این طبیعت رو نداشته باشی. آره، میخواستم بگم مهربون باشیم با طبیعت، دوستش داشته باشیم، بذاریم سالهای سال بمونه این طبیعت، نذاریم این طبیعت یه محیط سربسته سقف‌دار بشه. اینو به خودم هم میگم و من خودم هم خیلی چیزایی که دارم باهاش الان زندگی میکنم ساخته طبیعته، از طبیعت گرفته شده، چوبش، سنگش، ولی تمام تلاشمو میکنم که از بازیافت‌ها استفاده کنم، تمام تلاشمو میکنم که چیزهای بازیافتی رو استفاده کنم، چیزهایی که مثلا چه میدونم میز، تخت، صندلی، چیزایی که دست دوم باشن، چیزایی که دیگه یه طوری که نیاز نباشه که یک کس بخواد دوباره یه چیزی رو تولید کنه که بخواد باز جنگل ها، درخت ها زده بشن تا میز و صندلی و فلان. اگر همین پروسه، حالا این بحثش یه چیز دیگه است، بحث جداییه این مسئله بازیافت، این که مثلا ما از وسایل همدیگه همینطور به عنوان یه چرخه استفاده بکنیم، خب دیگه کمتر میز و صندلی درست میشه، کمتر درخت ها زده میشن واسه درست شدن تخت و میز و صندلی و فلان و به امان. این چی میگم؟ خب بعضی دوست ندارم مسئله دست دوم، ولی من خیلی دوست دارم. من به نظر من وسایل دست دوم جدای اون که حالا فکر من اون بازیافت بودنشه، فکر من اون چیزیه که میخوام اون حفظ بشه، میخوام که کمتر درخت ها نابود بشن، جدای اون من وسایل دست دوم رو دوست دارم، چون میدونم پشتش یه داستانیه، میدونم پشتش اون وسیله واسه یه شخصی پر از خاطره ساخته، پر از غم ساخته، پر از زندگی توش هست و یه چیز تازه و نو نیست. بعضی چیزا تازه و نوش قشنگه، من نمیگم اصلا تازه و نو رو دوست ندارم، چرا بعضی موقع چیز نو میخرم، ولی
به نظر من وسایل دست دوم خیلی داستان دارن واسه خودشون، خیلی داستان‌های قشنگ و شنیدنی دارن. حالا این سلیقه میگم خیلی هنوز دوست ندارن چیزای دست دوم، بسته به اون فکر طرف داره که پشتش چی هست، پشت فکرش چیه. به هر حال بگذاریم لب کلام، احترام بذاریم به طبیعت، دوستش داشته باشیم. اگر اهل طبیعت نیستی، اهل انرژی گرفتن از طبیعت نیستی، حداقل یاد بگیریم که احترام بذاریم بهش، حداقل یاد بگیریم که صدمه نزنیم بهش. مرسی که منو دیدین، وقت گذاشتین، منو شنیدین، منو دیدین. مراقب خودتون باشین، مراقب خودتون و سلامتیتون و طبیعت. مرسی.